اولین بار لیگ برتر فوتسال افغانستان در سطح کل کشور تشکیل شد و هفت تیم از زون‌های مختلف آمد. از زون غرب تیم اتحاد هرات باش اشتراک در زون خودشان و قهرمان شدن آمد. تیم پیشاوران قهرمان هرات به صورت مستقیم به این مسابقات آمد. تیم سعادت نیمروز با قهرمان شدن در زون جنوب، تیم خراسان غزنی با قهرمان شدن در زون جنوب و سعادت در جنوب غرب، تیم پیروزی پنجشیر در زون مرکز و تیم سرپل باستان زون شمال و تیم جوانان خراسان بغلان زون شمال شرق. تیم‌های هفت تیمی بودند که از زون‌های مختلف آمدند. جمع 3 تیم از لیگ برتر کابل، مقام اول دوم سوم کابل و جمع 10 تیم که لیگ برتر فوتسال افغانستان را تشکیل می‌دهند راه پیدا کردند. خب تیمی که بتونه عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال افغانستان از آن خودش کنه توسط فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی میشه به AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اشتراک در قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا. ساعت مسابقات خب نسبت به ساعت بازیایی که تو ایران برگزار میکنیم که خب خوبه نسبت به بازیایی که تو ایران برگزار میکنیم. حالا ما اگه همینطوری باشه هر سال برگزار بشه که خیلی برای ما خوبه، چون تو ایران که هستیم نه جایی میتونیم بازی کنیم نه تو تیم‌های ایرانی میتونیم بازی کنیم، فقط همون کاپیا و مثلا جامایی که خود مهاجرین میتونن برگزار کنن ما همونجا بازی میکنیم و تو خود لیگ ایران نمیتونیم بازی کنیم. وگرنه اگه مثلا بازی همین هر سال اینطوری برگزار بشه خیلی برای ما خوب میشه.